آهنگ جدید و باور نکردنی آریانا سعید با جاوید شریف، شاهکار بزرگ در هنر موسیقی افغانستان. چیتا خواسته آریانا سعید با جاوید شریف آهنگ دوگانه به سر آید. افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی آریانا سعید و جاوید شریف که هرگز باور نخواهید کرد. این دو هنرمند این آهنگشان چی تاریخ به نشر خواهد رسید و گفته های آریانا سعید در مورد هنرمندان افغان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب رو فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند مطرح، محبوب و یکی از پاپخوان‌های مشهور و سرشناس افغان، شهرت و محبوبیت خارق‌العاده‌ای در میان هنرمندان افغان داشته است. علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است. این هنرمند تاریخ ساز در میان مردم افغانستان دوستداران و طرفداران خاص خودش را داشته است. آریانا سعید هنر موسیقیش را 15 سال قبل به طور مسلکی و رسمی آغاز کرد و توانست شهرت خوبی در میان مردم افغانستان برای خودش کسب کند. لقب ملکه دلها را از طرف دوستداران و طرفدارانش به دست آورد. بانو آریانا سعید عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش می برد. تازه این روزها تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی دست به دست می شود که آریانا سعید قرار است با جاوید شریف هنرمند محبوب و مطرح افغان آهنگ دوگانه به سر آید. این آهنگ قرار است در 12 ماه فوریه امسال به نشر برسد. جاوید شریف هم هنرمند خوب و جاودانه افغانی است. همیشه آهنگ‌های عاشقانه جاوید شریف دل‌های میلیون‌ها افغان را نوازش داده است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای آریانا سعید و جاوید شریف از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و جاوید شریف به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق کامیاب باشید.